ای کسانی که ایمان آورده اید، محرم اسراری غیر از اهل ایمان انتخاب نکنید، زیرا دیگران از هیچ فسادی نسبت به شما کوتاهی نمی کنند و همواره آرزو می کنند در رنج و عذاب باشید. کینه و دشمنی از کلامشان می بارد. تازه آنچه در دل پنهان کرده اند بزرگتر است. ما نشانه ها را به روشنی برای شما بیان کردیم. امید آنکه عقل خود را به کار اندازید. شما آنها را دوست می دارید، اما آنها شما را دوست ندارند، زیرا شما به تمام این کتاب ایمان آورده اید و زمانی که آنها با شما برخورد کنند گویند ایمان آورده اید و وقتی خلوت می کنند از شدت کینه و حسد نسبت به شما انگشتان خود را به دندان می گزند. بگو ای پیامبر از شدت این کینه بمیرید که خداوند به آنچه که در دل هاست آگاه است. اگر خوبی و خیری به شما رسد غمگین می شوند و اگر شری بر شما وارد شود خوشحال می گردند. بدانید اگر شما در راه حق صبور باشید و حرمت خداوند را نگاه دارید از نقشه‌هایشان هیچ ضرری به شما نخواهد رسید، زیرا خداوند بر آنچه می کنند احاطه دارد.